بخشیده به روز بین الخلقی عائله با مقصد ترغیب و تشویق عائله سالم، معرفت آداب عائله داری و استواری عائله های جوان در مرکز فرهنگی و فراغتی شاهان شهر اسفره محفل ادبی و موسیقی بی‌روز تجربه روزگار بهره بگیر برگزار گردید. در شورابینی نمایندگان از همه جماعت ها و محله های شهر، عائله های برومند، جوانان نفخانه‌دار و عائله های نمونوی اشتراک نمودند. معاون رئیس شهر مدینه با بایان حاضرین و در سیمای آنها تمامی ساکنان شهر و دهات اسفره را از نام رئیس شهر با روز بین المللی عائله صدقاً شاد باش گفته، از جمله تذکر داد که عائله رکن اساسی جامعه محسوب می‌یابد و اعضای آن با سالمی و فعالناکی خود به جمعیت و دولت نفع زیاد می‌آورند. عائله پیش از همه در اساس عشق پاک و صداقت و وفاداری استوار است. در زندگی عائلوی صبر و تحمل و مراسا و مدارا موقع مهم دارد. هدف اساسی تجلیل روز عائله جلب توجه جامعه به پرابلم‌های سرشماری عائله میباشد، زیرا عائله اساسی جمعیت محسوب یافته مشکلات عائلوی همیشه به زندگی اجتماعی انسان تأثیر بی‌واسطه دارد. مطابق معلومات آماری شماره عمومی عائله ها در شهر و دهات اسفره عین زمان بیش از 47,000 عدد را تشکیل می‌دهد که آنها کلاً خود را در پناه و حمایت دولت و حکومت احساس می‌نمایند و از حقوق‌های کنستیتوسیونی و قانونی خود همه روزه بهره‌ور هستند. معاون رئیس شهر تاکید داشت که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره همه ساله جهت تحکیم عائله، ترغیب و تشویق طرز حیات سالم، سفربری اهل جامعه به بنیادکاری و سازندگی تدبیرهای مشخص می‌اندیشد. همزمان عائله سالم از زن و شوهر اجرای وظیفه‌های اخلاقی، حقوقی، همکاری، اقتصادی و معیشی، همدیگر فهمی، صبر و طاقت، اندیشه، احترام یکدیگر و تربیت کامل فرزندان را طلب می‌نماید. در روند محفل اعضای 12 عائله‌های برومند دیار به حیث مهمانان فخری شرکت ورزیده با صحیفه‌گردان نمودن کتاب خاطرات و نقل لحظه‌های عبرت‌آموز عائله داری به خصوص زندگی اتفاق و بسیار ساله اندیشه‌های خویش را بیان داشتند و حاضرین را به تحکیم عائله و ادامه عنعنه‌های نیک عائله داری ملی هدایت نمودند. همزمان از عائله‌های جوان دعوت به عمل آورده شد که با صبر و پرتحمل باشند. آنها با شکرانه زیاد ابراز داشتند که با دستگیری بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در چنین دولتی آرام و آسوده عمر به سر میبرند. مراسم تنتنوی سپاریدن شهادتنامه قید دولتی عقد نکاح نوعروسان امیل و ملیکه عبداللهیف ها و سپاریدن شهادتنامه تولد 7 کودک نوزاد با شکوه خاصه صورت گرفته به آنها تحفه های خاطروی رئیس شهر تقدیم کرده شد. نمایش لباس‌های عیدانه ملی و عروسی و دامادی از جانب غالبان آزمون طراح بهترین لباس‌های ملی نیز خوشایند همگان بود. در انتهای محفل عائله‌های بهترین و نمونوی و مهمانان فخری با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی سرفراز گردانیده شدند. باید تذکر داد که قبلا در قلمرو شهر و دهات اسفره بخشیده به روز عائله همچنین واخوری و ملاقات و آزمون‌ها مؤثر و خاطرماند برگزار گردیدند که جهت بهداشت وضع در سمت عائله داری و گسترش فرهنگ خانوادگی عائله‌های جوان مساعدتگر بودند.